برادر مجاهدم، وظیفه‌ای که داری مسئولیت سنگینی دارد. فکر نکن کسی نمی‌پرسد. آری از تو پرسیده خواهد شد. آری در مقابل الله تبارک و تعالی و شهدای پاک و ملت افغانستان مسئولیت داری و این مسئولیت روزی دامن تو را خواهد گرفت. نگذار محبت دنیا تو را غافل از همه مسئولیت هایی که به تو سپرده شده است بکند. نگذار پیروزی و آزادی که شهدای پاک ما، استشهادیان و علمای ربانی ما با خون پاکشان برای تو خریدند و به امانت گذاشتند از جانب تو کوتاهی شود و یا خدای نکرده به آن خیانتی صورت گیرد. چرا که روزی در مقابل آنان قرار خواهی گرفت و از تو خواهند پرسید من به خاطر این استقلال و این نظام خون ریختم و بدنم را تکه تکه کردم، ولی بعد از خود آن را برای تو گذاشتم، تو چه کردی؟ تصور کن وقتی در مقابل بدنهای خونین و تکه تکه آن شهیدان در صحرای محشر قرار بگیری و آنان از تو بپرسند چه جواب داری؟ آیا جوابی داری؟ می توانی بگویی که من با تمام توان به خاطر امانتی که شما به من سپرده بودید کار کردم و هرگز خیانتی از من سر نزده است. بله برادر مجاهدم، به الله واحد لا شریک سوگند که آن روز دیر نیست و به زودی با آن مواجه می شوی و باید جواب برای آن روز داشته باشی. پس هر گونه می خواهی وظیفه خود را اجرا کن، ولی روز آخرت را فراموش مکن.